خوب دوستان، در گیربکس رو میبندیم، در گیربکس پیچاشو میبندیم با رد پروانه یا ضربه دری. اولین بعدین بعد وسطی ها. خب حالا بستیم، پروانه رو هم ترمیم کردیم چون گیر نیومده. اگه گیر میومد خود ما اینقدر اذیت نمیشدیم. داخلش سیم کار میذاری، خب با هویه ذوب میکنی، برای اطمینان هم از چسب یک دو سه روش میریزی که محکم باشه دیگه هیچ در نیاد. حالا میریم تست میکنیم. مثل آب خوردن درست